نام خدا. سلام دوستان، امروز میخوام در مورد این صحبت کنیم که چجوری طریقه قرار دادن کاور روی پست در یوتیوب. کافیه که وارد مایکت بشین و بخش سرچ می‌نویسیم یوتیوب استودیو و روی اولین اپلیکیشن کلیک میکنیم، بعدش نصب میکنیم. من از قبل نصب کردم و وارد یوتیوب استودیو میشیم. روی کانتنت کلیک میکنیم، از بخش به علاوه بالای صفحه اینجا کلیک میکنیم و ویدیویی که میخوایم رو روش کلیک میکنیم. وقتی ویدیو رو انتخاب کردیم اینجا روی علامت مداد کلیک میکنیم و اون پوستری که میخوایم روی ویدیو قرار بگیره رو انتخاب میکنیم. روی داون میزنیم، اینجا روی نکست میزنیم و آپلود میشه داخل یوتیوب. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.